به نام خدا و با سلام. من احمد زارعی، دبیر هویت اجتماعی هستم. تو این جلسه میخوام درس ششم هویت اجتماعی شما با نام باز تولید هویت اجتماعی رو براتون تدریس کنم و هر جایی که برای شما گنگ، نامفهوم و بدون درک میباشد رو قابل درک کنم، اونم با مثالهای بسیار آسون کاربردی که شما باهاش سر کار داری. چی رو نمیفهمی تو این درس؟ کنترل اجتماعی نمیفهمی، جامعه پذیری نمیفهمی، کجروی اجتماعی رو نمیفهمی. هر چیزی که تو این درس نمیفهمی بچه قابل فهم کردم براتون، یعنی فهموندمش برایتان. پس بچه بریم تدریس من رو با عنوان باز تولید هویت اجتماعی ببینیم و البته هر سوالی درباره این درس، دروس قبلی و دروس آینده دارید، لینک تلگرامی خودم رو در قسمت پایین گذاشتم، عضو بشین و هر سوالی که دارید میتونید اونجا از من بپرسید. موفق و پایدار باشید. درس ششم باز تولید هویت اجتماعی. خب هویت رو که درس قبلی خوندیم چی هست؟ هویت اجتماعی هم که یکی اجتماعی بودن. درس ششم باز تولید هویت اجتماعی. خب اینجا منظور از باز تولید هویت اجتماعی چیه؟ همین اول کار. باز تولید رو فعلا میذاریم کنار، میایم سراغ هویت. هویت رو درس قبلی خوندیم، پاسخی که پرسش من کیستمه. اجتماعی هم یکی از ویژگی‌های هویت بود که با عضویت درون یک جامعه به دست میاد. الان میخواد به ما بگه که این هویتی که تو جامعه به دست میاد چگونه تولید و باز تولید میشه. الان فهمیدید؟ مثلا اگه شما هویتتون اسلامیه، بعد فرزندتون چگونه هویتش اسلامی میشه، بعد فرزند چگونه این هویت رو به دست میاره. چه تصویر قشنگی برای این درس انتخاب کردن که داره موضوع درس رو بیان میکنه. یعنی اگه همین تصویر رو درک کنید، شما نمیخواد این درس رو بخونید، تموم شده رفت. تصویر سمت راستی بالا میگه هویت اجتماعی این دختره تو اجتماع تو مسجد داره شکل میگیره که یه گل دادن، حجابم پوشن، جشن تکلیف انگار و پرچم ایران دوره بدنشون. تصویر سمت راستی پایین نشون میده که بچه‌ها هویتتون تو مدرسه انتقال میدن به بچه. تصویر سمت چپی بالا رسانه و تلویزیون یه بخشی از هویت رو دارن، به مردم و بچه ها و ملت و دختر و آقا انتقال میدن. و تصویر سمت چپی پایین نقش خانواده، نقش پدر در انتقال هویت. میگه هویت اجتماعی چگونه شکل میگیرد و تداوم پیدا مییابد یا تداوم پیدا میکند. پایین بچه به این سوال پاسخ میده. اول میخواد چکش به ذهنمون بزنه و با یک مثال قشنگ برامون جا افتاده کنه. میگه در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود دارد. بله، ملکه، زنبور نگهبان، زنبور مسئول چیدن شد، زنبور حافظ ملکه، تمامی این زنبورها وجود دارن. میگه هر گروه به صورت غریزی وظایف خودش رو انجام میده، یعنی تا به دنیا میاد میفهمه که این زنبور وظیفه باردار کردن ملکه رو داره، این زنبور مسئول چیدن شهده، این زنبور مسئول درست کردن کندوه. پس غریزی تا با به دنیا اومدنشون میفهمن. میگه آیا انسان هم نیز به صورت غریزی فعالیت گروهی و جمعی خودش رو انجام میده؟ خیر. آیا احمد زارعی تا به دنیا اومد فهمید که میشه معلمه یا دبیر جامعه شناسی؟ نه، تو اجتماع این علاقه رو به دست آورد و تو اجتماع اومد کسبش کرد. پس به صورت غریزی انسان نمیتونه یک فعالیتی رو انجام بده. میگه انسان برخلاف موجودات دیگر به صورت غریزی نمیداند چه موقعی در جامعه دارد. آره، من نمیدونستم که چه موقعی تو جامعه دارم. پدرتون میدونه که به صورت غریزی تا شکم مادرش به دنیا میاد میفهم مهندس میشه، کارگر میشه، بنا میشه، استاد میشه، دکتر میشه، بانک میشه، کارمند میشه، چی میشه بعد نمیفهمه. میگه در این موقعیت چه وظیفه بر عهده اوست؟ میگه انسان باید موقعیت خود رو بشناسه. آره، چجوری میشناسه؟ در ادامه میگه چگونه باید موقعیت خودش رو بشناسه.
حقوق و تکالیف خودش رو یاد بگیره. آره احمد زارعی به عنوان معلم یه سری حقوق داره. حقوقش اینه که یک به صورت مادی بهش پرداخت میکنن ماهانه، سر کلاس میره، دانش آموزا باید به حرفش گوش کنن، بهش احترام بذارن. این یک سری از حقوق یک معلمه و یک سری تکلیف داره. این که شنبه ساعت 8 صبح تو اون مجموعه مدرسه حاضر باشه. باید وقتی جامعه شناسی رو توضیح میده دانش آموز بفهمه اینها تکلیفی که بر عهده احمد زارعی و با عمل به آنها هویت اجتماعی خودش رو شکل میده. یا احمد زارعی به عنوان پسر چه حقوقی داره و چه تکالیفی تو جامعه داره در ادامه بهش اشاره میکنم. به نظر شما انسان‌ها چگونه به جایگاه اجتماعی خودشون پی میبرن و هویت افراد چگونه شکل میگیرد؟ در ادامه بچه‌ها اینا رو میگه هر فرد در جامعه متولد میشه. آره احمد زارعی تو ایران استان هرمزگان شهرستان بندر لنگه به دنیا اومد. میگه هر فرد در جامعه متولد میشه که نسل‌های قبل از او آن رو ساختن. آره جامعه من، زبونش، همین واژه‌هایی که داریم استفاده میکنیم رو نسل قبل من ساخت. مذهبی که الان من دارم نسل قبل من ساخت. دین من رو نسل قبل من ساخت. آداب و رسوم من رو نسل قبل من ساخت. لباس هایی که میپوشم رو نسل قبل من ساخت. پس همه چی احمد زارعی نسل قبل ساخته شد. میگه این جامعه پس از تولد فرد بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین میکند. الان احمد زارعی به عنوان پسر چه نوع هویتی داره بچه ها؟ نانآور خونه است، رهبر، فرمانده و نقش پدر رو به عهده میگیره. بچه تمامی اینها به عنوان پسر بودن این جامعه این نقش رو به تو میده. خب یعنی آن فرد به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت میشناسه. جهان اجتماعی من رو به رسمیت میشه، زبونم، دینم، شیوه عبادتم به این شکلی که بچه ها جهان اجتماعی من رو به رسمیت میشناسه و برای او ویژگی های متناسب با موقعیتی که در اون قرار گرفته است در نظر میگیرد. بله به عنوان پسر یه سری ویژگی هایی برای من در نظر گرفته بود. بزرگتر شدم محارم و نامحرم رو به من انتقال داد. دانش آموز شدم یه سری ویژگی ها برای من در نظر گرفت و الان که معلم هم یه سری حقوق و یه سری تکلیف برای من به عهده گرفته. میگه در این زمینه میتوان به صدور شناسنامه برای نوزادان اشاره کرد. بله با به دنیا اومدن یک نوزاد اسمش، فامیلش، دینش، مذهبش تو اون شناسنامه بچه ها حک میشه. یعنی هویتش بچه ها، دین و مذهب و ایرانی بودنش و ملیتش و اینها در شناسنامه تعیین میشه با به دنیا اومدنش. میگه هر جامعه برای بقا و تداوم عقاید و ارزش‌ها و شیوه زندگی خودش رو به فرد آموزش میده. الان جامعه من جامعه ایرانی و اسلامیه. این جامعه ایرانی اسلامی برای اینکه بخواد باقی بمونه باید آداب و رسوم، ببخشید گفته عقاید و ارزش، باید عقایدش رو به من انتقال بده. چه عقیده‌ای؟ عقیده به خدا، عقیده به جهان دیگر، عقیده به اینکه من خودم سرنوشت خودم رو تعیین میکنم یا اینکه سرنوشت من از قبل تعیین شده. و ارزش های مانند عدالت، آزادی، امنیت، میل به پیشرفت، اینها رو بچه ها باید جامعه درون من ایجاد کنه برای اینکه باقی بمونه بچه ها. میگه فرد نیز برای مشارکت در جامعه این عقاید و ارزش ها و هنجارها را می آموزد و شیوه زندگی در جامعه را فرا میگیرد. فردم اگه میخواد در این جامعه مشارکت کنه باید این عقاید و ارزش رو بپذیره، این هنجارها رو تو جامعه انجام بده تا تو جامعه بتونه مشارکت کنه. خب برای اینم یک مثال بزنم. مثلا احمد زارعی به بلوغ میرسه، یک سری
دین بهش یک سری تکالیف میده دیگه، یک سری محارم و نامحرم بگه. این احمد زارعی که تو جامعه ایرانی و اسلامی به دنیا اومده نمیتونه بعد از سن تکلیف بره دست دختر مردم رو بگیره و قشنگ راه بره یا به دختر مردم چشمک بزنه، نمیتونه، چون جامعه باهاش میجنگه، جامعه تو سرش میزنه. برای اینکه بخواد تو این جامعه مشارکت کنه باید ارزش ها و عقاید این جامعه رو بپذیره و مطابق هنجارهاش رفتار کنه. میگه به تدریج با موقعیتش در جامعه و حقوق و تکالیفی که بر عهده داره آشنا میشه. بله به تدریج بچه‌ها، نوزادی یک سری حقوقی داریم بچه‌ها، یه مقدار بزرگتر میشیم حقوق داریم، میایم بالاتر بچه‌ها دانش آموز میشیم، بعد بچه‌ها دانشجو میشیم، بعد میایم سر کار، بچه‌ها شغلدار میشیم، همینجور یه سری حقوق و تکلیفی داره و کم کم و به تدریج به این حقوق و تکلیف‌ها پی میبریم و آشنا میشیم. میگه فرد با آموزش‌های اساسی و ماندگاری که در خانواده می‌بیند اولین و مهمترین آشنایی را با جامعه‌ای که در اون متولد شده پیدا می‌کند. پس اولین جایی که فرد با حقوق و تکلیفش آشنا میشه بچه‌ها خانواده است. میگه مدرسه و مسجد و مجالس علمی و مذهبی و گروه همسالان و رسانه‌های جمعی از دیگر عوامل آشنایی افراد با جامعه‌ای هستند که درش زندگی میکنند. پس اولی شد خانواده، بقیه هم به ترتیب گفتیم مدرسه، مسجد، مجالس و الی آخر. الان بچه‌ها میگه به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال میکند و مسیری که برای شکل دادن به هویت اجتماعی افراد طی میشه جامعه پذیری میگن. پس بچه‌ها کودکی نوزادی احمد زارعی از همون که شناسنامه بهش میدن، البته اونجا اجتماعی نبود، تو اجتماع بچه‌ها میاد یک سری مراحلی رو طی میکنه، یک سری فرایند. برای چی؟ برای اینکه تو جامعه مشارکت کنه. اول تو خانواده میبینه اون آموزش ها رو، تو تربیت ها رو، پدر مادرش میگه احمد این نکن، اون کار اوفه، اون کار درسته، این کار درسته، این کار نکن، اخ اینجور. بعد میاد تو مدرسه بهش میگن، بعد تو گروه همسالان میگن، بعد تو مجالس علمی و مذهبی میگن. پس میبینید یک سری فرایند، یک سری مراحل رو طی میکنه که شخصیت اجتماعیش یا برای مشارکت تو زندگی اجتماعیش طی می‌کنه یا مسیری که هویت اجتماعی شکل می‌گیره. این مسیر احمد زارعی، مسیر تو و مسیر هر کسی دیگه‌ای است. خانواده فلان کرد، خانواده، مجالس علمی و مذهبی، مدرسه، مسجد، گروه همسالان، رسانه‌های جمعی، به این شکل هویت اجتماعی تو شکل می‌گیره. به این میگن جامعه پذیری. اینجا هم 2 تصویر هست که بچه‌ها به جامعه پذیری اشاره داره. میگه فرایند جامعه پذیری همواره با موفقیت همراه نیست. بله احمد زارعی تو این جامعه بهش گفتن که اگر روابط با دختر میخوای باید در قالب ازدواج باشه. البته آره این به این شکل بهش گفتن، ولی احمد زارعی نمیپذیره، دوست نداره، نمیخواد ازدواج، میخواد خارج از این چارچوب عمل کنه. خب احمد زارعی گفتن تو باید عقیده به یک خدا داشته باشی. احمد زارعی اصلا خدایی که ندیده، نشنیده، حسش نمیکنه، اصلا نمیفهمه چیه، بر اساس گمان دارن ملت دنبالش میکنن، نمیپذیره. پس فرآیند جامعه پذیریش با موفقیت همراه نیست و ممکن است برخی افراد به طور کامل جامعه پذیر نشوند یا ناقص جامعه پذیر بشوند. اولش قبول کنن، بعدش نه، اصلا دین رو نپذیر. این مذهبی که بهش میدن، اون آزادی که جامعه بهش میگه هست، میگه تو آزادی تا آنجا که خدا بگوید. میگه نه من خدایی حس نمی‌کنم، اون آزادم تا جایی که خودم بخوام. اصلا با عقاید اون جامعه سازگاری پیدا نمی‌کنی. اون جامعه بهش میگه اگه می‌خوای تو جامعه ظهور پیدا کنی، اگه تو دختری باید با این تیپ و قیافه باشی.
من دختر نمیخوام قبول کنم. خب میگه در آن صورت جامعه برای استمرار و تداوم خودش چیکار میکنه؟ جامعه بچه یک سیستمیه، سیستم بسیار باهوشی. اینجور نیست که شما نپذیرید، اون یک سری ابزارها داره. حالا ابزارها چیه؟ ممکن است برخی انسان هویتی رو که جامعه برای اونا در نظر گرفته نپذیرند و همواره افرادی هستند که از پذیرش عقاید و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی سر باززنند. عقیده به خدا، عقیده به ارزشی مانند ازدواج، ارزش‌های مانند آزادی، امنیت، عدالت که جامعه میگه اصلا قبول نداشته باشن. خب حالا جامعه چیکار میکنه؟ و به حقوق و تکلیف خودشون پایبند نباشن و نقشی را که جامعه از اونها انتظار دارن نمیپذیرن. اگه تو دختری میگه نقش دختر تو این جامعه اینه که برای این جامعه مادری کنه، دلسوزی کنه در قالب خانواده، تو خونه باشه، تو جامعه اینجور بروز و ظهور پیدا کنه با این تیپ و قیافه و مدل و امثال هم، نپذیره و رفتارهای مخالف اون انجام بده. حالا چی کار میکنن به این رفتارها؟ حالا به این رفتارها چی میگن؟ میگن به کنش‌هایی که برخلاف عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه باشه بهش میگن کج روی اجتماعی. اگه دختری بهت گفتن با حجاب بیرون بیا ولی تو قبول نمیکنی، بدون حجاب بیرون، دوست نداری موهات پوشیده باشه، با هر تیپ و قیافه که دلت خواست بخوای بیرون بیای، به این کنش تو، به این فعالیت تو که برخلاف عقاید و ارزش و هنجارهای جامعه میگن کجروی اجتماعی. تو کجروی اجتماعی میگویید. میگه آیا میتونید چند نمونه کجروی اجتماعی بیان کنید؟ که یکیش رو اینجا بیان کردم. جامعه به تو میگه عقیده به خدا داشته باش و هنجار تو باید هر روز نماز بخونی، تو قبول نداری، نمیخونی، دوست نداری. اینم یه نمونه دیگه. میگه هر جامعه علاوه بر جامعه پذیری برای پیشگیری از کجروی های اجتماعی و کنترل آنها روش هایی داره. حالا روش هاش چیه؟ یک تبلیغ و اقناع. میاد میگه که حجاب، یه تابلو نصب میکنه رو جاده ها که حجاب مسئولیت است نه محدودیت. یا رو دیوارهای مدرسه می نویسد، یه عکسی رو میکشه که یه مرواریدی که درون حجاب بسته جاش امنه. به این شکل میخواد به تو برسونه که اگه حجاب داشته باشی تو جامعه تو دارای امنیتی. خب اولی میاد تبلیغ میگه، تبلیغاش به این شکله. دومی تشویق و پاداش میده، میگه اگه تو مطابق ارزش‌های جامعه عمل کنی ما تو رو تشویق میکنیم، تازه بهت پاداش هم میدیم. دومی تنبیه و مجازات، اگه تو عمل نکنی یه گشت ارشاد میذارمت، یه گشت ارشاد میذارم، تو رو میچپونم تو اون فن و حسابت با کرام الکاتبینه. خب یعنی میگوید تا از طریق آموزش افراد را قانع کند که عقاید و ارزش‌های جامعه را بپذیرند. به افرادی که مطابق ارزش‌ها و هنجارهای جامعه عمل میکنن پاداش میده و کسانی که دچار کجروی اجتماعی مجازات میکنن. بچه اینا اشاره به تبلیغ و اقناع و پاداش و تشویق و تنبیه و مجازات داشت. میگه به مجموعه فعالیت‌هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام میگیرد کنترل اجتماعی میگویند. پس میگه اگه تو جامعه پذیر نشدی و کجرف شدی، میاد یه سری فعالیت‌های انجام میده که تو رو باز مطابق فرهنگ جامعه هرچی ازت میخواد عمل کنی. به این فعالیت‌ها بچه‌ها میاد کنترل اجتماعی. میگه جامعه‌ای که روش‌های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشه در معرض آسیب‌های بیشتری قرار میگیره و دوام و بقای آنها تهدید میشه. میگه امر به معروف و نهی از منکر از جمله راهکار اسلامی برای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی. امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه اسلامی. اینم جواز برای اونهایی که میخوان تو جامعه اسلامی کنترل اجتماعی کنن. امر معروف و نهی از منکر. این بخوانیم بدانیم بچه ازش میگذرم، گفتگو کنیدم ازش
میگذرم میم سراغ این که هویت اجتماعی چگونه تغییر میکنه. آموختید که هویت اجتماعی یک فرد ممکن است در طول زندگی او تغییر کنند. آره، من دانش آموز بودم و الان شدم معلم. پدر شما ممکنه دانش آموز بوده باشه و شده الان پزشک، یا پدری که اصلا دانش آموز نبوده الان شده یک تاجر موفق. من یکی هم مثل پدر خودم الان درس نخونده و الان کارگره. پس هویت اجتماعی افراد در طول زندگیشون بچه‌ها تغییر میکنه و یا ممکنه من از معلمی چند سال دیگه بشم مدیر یک مدرسه، یا از معلم اصلا عزل بشم، استعفا بدم، برم سراغ شغل دیگه. پس همینجور هویت اجتماعی افراد در طول زندگیشون تغییر میکنه. به کسب هویت اجتماعی جدید با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است. بله، اگه من الان معلمم یه سری موقعیت ها دارم دیگه، درسته؟ اگه من از معلمی بیرونم کنن و بشم یک آدم عادی، باز یه سری موقعیت، پس موقعیت من داره افت میکنه نسبت به روزی که معلم بودم. یعنی جایگاه فرد در جامعه یا یک گروه اجتماعی تغییر میکنه. به نظر شما این تغییرات موقعیتی چه انواعی میتواند داشته باشد؟ که انواع تغییرات موقعیتی رو بچه‌ها در پایین میخونیم یا صفحه بعدی. میگه افراد در بعد به تولد هویت اجتماعی انتصابی خود را به صورت انفعالی، خودشان در اون نقشی ندارن، در محیط خانواده میپذیرند. آره، چه هویت اجتماعی انتصابی بچه‌ها؟ مثل ملیتت، مثل دینت، مثل مذهبت و زبانت بچه‌ها. این هویت اجتماعی انتصابی خودت در به دست آوردن این هویت اجتماعی هیچ نقشی نداری و میگه به تدریج با فعالیتشان هویت اکتسابی خودشون رو به دست میارند. آره دیگه. و متناسب با هویت اجتماعی جدیدشان از موقعیت اجتماعی جدیدی برخوردارن. آره، پزشک یه موقعیت اجتماعی داره، یه موقعیت اجتماعی برای پیشرفت داره، من معلم یه سری موقعیت های اجتماعی دارم و پدر تو که هر شغلی داره یه سری موقعیت اجتماعی برای پیشرفت یا پسرفت داره. میگه به جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر تحرک اجتماعی میگویند. بله، من چند سال پیش پشت صندلی بودم، صندلی دانش آموزی، رفتم دانشگاه 4 سال درس خوندم، جابجا شدم از پشت صندلی رفتم پشت میز. پس به جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر میگن تحرک اجتماعی. تحرک اجتماعی میتونه انواعی داشته باشه: صعودی، نزولی، افقی. تحرک اجتماعی صعودی بچه‌ها داره مثال میزنه. اگه من از رو این نمیخونم، اگه کارمند یک اداره، مدیر یک اداره و اینا بچه‌ها نمیخونم. اگه من معلم بشم یک آدم عادی از کارمندی بیرونم کنم، میشه تحرک اجتماعی و میشه تحرک اجتماعی نزولی. حالا اگه من معلم بشم مدیر یک مدرسه، تحرک اجتماعی و تحرک اجتماعی صعودی. ولی اگه من معلم از این مدرسه انتقالی میدم به مدرسه دیگه، پس تو موقعیت اجتماعی من هیچ تغییر ایجاد نمیشه. این میشه تحرک اجتماعی افقی. خب بچه دیگه، من از اون کارمند یک اداره تا مثالهای دیگری بزنید دیگه نخوندم، برات مثال زدم اینجا. میگه در همه کشورها در همه کشور رتبه‌بندی مشاغل وجود دارد، ولی این رتبه‌بندی‌ها در همه جا یکسان نیست. مثلا معلم بودن در ایران یک سری رتبه‌بندی‌ها در شغل دارد. الان به تو بگن فلانی معلمه، تو چی فکری میکنی؟ درآمدش اینقدره، اینجور موقعیت اجتماعی برای پیشرفت داره، این مزایا رو داره و یه سری معایب هم داره. بگه فلانی دکتره، تو چی فکر میکنی؟ پس با شنیدن این شغل ها یه سری افکار سراغ تو میاد که طرف چیزه یا چیزه.
مثلا معلمی بچه ها اینجا میگه رتبه‌بندی میگه در همه جا یکسان نیست. مثلا معلمی در ایران با معلمی در سوئد بسیار فرق داره. اونجا مقام شامخ معلمه، اینجا مقام شامخ معلمه. خب برخی مشاغل در بعضی کشورها اهمیت بیشتری دارن و در بعضی از کشورها همون شغل کم اهمیت ترن. علاوه بر این باید به یاد داشته باشیم که موقعیت اجتماعی افراد تابع شغل بچه‌ها صرفاً نیست، بلکه عوامل دیگه مانند علم، تقوا، هنر، مهارت، احترام نیز بستگی دارد. بله بچه ممکنه توی یک جامعه یک فرد با تقوایی باشه، ملایی باشه، شیخی باشه، آخوندی باشه، ملت بسیار بهش احترام بذارن و بسیار لازم مادی پرپول باشه و دارای شخصیت امانتداری و راستگویی و معرفت بسیاری بچه. پس همه جا موقعیت اجتماعی افراد تابع شغلشون نیست، تابع علم و ایمان و تقوا و هنر و مهارت هم میتونه باشه. میگه تحرک اجتماعی گاهی درونی یک نسل، یعنی برای یک فرد در طول زندگیش. بله احمد زارعی دانش آموز شده معلم، تحرک اجتماعیش سعودی بوده. خب بعد این احمد زارعی معلم میشه مدیر مدرسه، باز تو طول زندگیش پیشرفت کرد. بعد احمد زارعی مدیر مدرسه بشه مدیر آموزش پرورش، چقدر صعود کرده. بعد احمد زارعی مدیر یک مدرسه مدیر آموزش پرورش بشه نماینده مجلس، بشه وزیر، بشه رئیس جمهور. مثل آقای رجایی یا شهید رجایی که از معلمی شد رئیس جمهور. در طول زندگیش بچه‌ها این تحرک اجتماعیش بچه‌ها به دست آورد. به این میگن درون یک نسل و گاه در دو نسل، یعنی یک فرد نسبت به والدینش اتفاق بیفتد. ممکنه فرزند یک کارگر مثل خودم، پدرم کارگر، من شدم معلم، تحرک اجتماعیم سعودیه، درسته؟ یا مثل خودت بچه‌ها تو پدرت کارگر باشه بشی وکیل، بشی قاضی. به این میگن تحرک اجتماعی در دو نسل. بچه بخوانیم بدانیم هم ردش میکنم. این تصویرم بچه ها میگه اصلا بعضی از جامعه به تحرک اجتماعی اصلا اعتقاد ندارن. مثل یک طبقه تو هند وجود داره به نام طبقه نجس ها. این افراد، این نجس ها اگه بخوان ازدواج کنن باید دختر یک نجس دیگر رو بگیرن و همینجور به زندگیشون ادامه بدن و شغلهای پست جامعه رو کسب میکنن. یا میایم این ور تصویر سمت راستی به یکی میره که مسیر تحرک اجتماعی بسیار همواره، راحت، آقازاده است، میتونه مزایای اجتماعی، پول، ثروت، شغل، درآمد راحت کسب کنه. یکی هم جون بکنه، جونش در بیاد، له بشه تا بتونه پیشرفت کنه. میگه به نظر شما آیا اعضای یک جامعه میتونن هر نوع هویت اجتماعی رو کسب کنن؟ میتونه؟ اینو در ادامه اجازه میدی پاسخ بدم؟ جوابش میشه نه، ولی توضیح دادنش بمونه برای در ادامه. میگه فرصت پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت اجتماعی جدید در جوامع مختلف یکسان نیست. آره، تو جامعه ایران به یه شکله، تو جامعه اروپا به یه شکله، تو جامعه آمریکا به یه شکله و تو جامعه آفریقا به یه شکل دیگر. میگه هر جامعه به تناسب عقاید و ارزش‌هاش برخی تحرک اجتماعی و تغییرات هویتی رو تشویق و برخی رو منع میکنن. مثلا تو جامعه ایرانی اسلامی به یک با توجه به عقاید اسلامیش یک نفر تو همین جامعه طراح مده اگه بیاد در زمینه حجاب یک لباسی رو طراحی کنه که دخترهای امروزی، یعنی دهه 90، دهه 80، الان دهه 400 این دهه ها از این لباس استقبال کنن، با حجاب بشن، تشویقش میکنه. ولی اگه همین خیاطی که تو زمینه مد بخواد فعالیت بکنه تو جامعه ایرانی اسلامی، لباسهایی بدوزه که بسیار قشنگ باشه ولی مطابق عقاید اسلامی نیست، باز باشه،
جلوش اوریان باشه، کوتاه باشه، جامعه منعش میکنه. مثلا تو همین جامعه اسلامی باز تو بخوای بیای شغل رقاصی رو بخوای را بندازی، طرف معلم رقصه، جامعه ازش حمایت نمیکنه بلکه تو سرش هم میره، چون مخالف عقاید و ارزش‌های اسلامیه. یا خوانندگی یک زن، چند تا زن داخل ایران دارن خوانندگی میکنن؟ بگو، داخل نه خارج، چون مطابق عقاید و ارزش‌هاش نیست. میگه برخی هویت‌ها را میپذیرد و برخی دیگر را نمیپذیرد. آیا میتوانید مواردی را مثال بزنید؟ بچه‌ها هم این مثال گفتم، هم در جواب سوال بالا آیا اعضای یک جامعه میتونن هر نوع هویت اجتماعی کسب کنن؟ خیر بچه‌ها، مثال هم زدم بهتون. خب میگه مثلا جامعه‌ای که مثلا روم زوم کنه، بوم بوم کنه قلبم، مثلا هیلت کنه، راکت کنه عمدن من تو. مثلا جامعه‌ای که بر اساس ارزش‌های نژادی شکل میگیره، صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی رو اونم سعودی فراهم میکنه. بله، جامعه‌ای که توش سیاه‌پوستان همه سیاه‌پوست باشن و تو اون جامعه به سیاه‌پوستان خیلی ارج بدن، به سفیدپوستان اجازه تحرک اجتماعی نمیدن، چون ارزش‌های نژادی بر اساس رنگ سیاست. جامعه‌ای که بر اساس ارزش‌های اقتصادی اهمیت و اولویت میده، تحرک اجتماعی سعودی را فقط برای کسانی که ثروت دارن ممکن می‌سازد. آری، جامعه‌ای که به پول اهمیت بده، تو اون جامعه کسانی عزیزه، تو اون جامعه میتونه کسانی پیشرفت کنن که صاحب پول سرمایه باشن. به یک جامعه غیر دینی به هویت دینی و معنوی افراد اجازه بروز و ظهور نمیدهد. بله، مثل قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس فرانسه که تصویرش هم در بالا دارید میبینید. میگه برای نمونه میتونم برای جلوگیری خب در یک جامعه دینی و معنوی نیز هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی موجودی انسان را نادیده بگیرن به رسمیت شناخته نمیشوند. خب آقای بخوانیم بدانیم من نمیخونم و رد میشم، گفتگو کنیدم به همین شکل. امیدوارم تونسته باشم مفاهیم پیچیده این درس رو به راحتی هرچه راحت تر براتون انتقال بدم، مانند یک لیوان آب خوردن. خدایا رو نگهدار.